سلام. اگر میخواد متوجه بشی که یه ماشین برقی چطور میتونه سرعت برابر با یه ماشین درونسوز داشته باشه، تا آخر ویدیو حتما با هم. احمدی هستم، خوشم به کانال کارتک. اگر اولین باری که به این کانال سر میزنی، ما تو این کانال محتوای تخصصی درباره تک تک قطعات ماشین و همینطور قطعات الکترونیک ویدیو تولید می‌کنیم. اگر از این محتوا خوشتون میاد، همین چنل ما رو سابسکرایب نکردید، میتونید چنل ما رو سابسکرایب کنید. از طریق اینستاگرام ما رو میتونید فالو کنید. بریم سراغ بحث. امروز می‌خوایم درباره موتور برقی صحبت کنیم که اولین موتور پاک ما به حساب میاد. که می‌خوایم بریم سراغ موتورهای شکل تسلا، کامل‌ترین موتور برقی که کل دنیاست. حالا درباره چی می‌خوایم صحبت کنیم؟ درباره طرز ساختش، نحوه عمل کردش و حتی دلایل وسطی میاریم که چطور ممکنه که یه موتور برقی بهتر از یه موتور درونسوز باشه. اگر می‌خواید متوجه این موضوع بشید، تا آخر ویدیو رو حتما تماشا کنید. موتورهای برقی جزو یکی از قدیمی‌ترین موتورهای پاک به حساب میان که تو سال 1880 معرفی شدن و از اون استفاده میشد. اما به دلیل پیشرفت موتورهای درونسوز خیلی زود از یادا رفتن و در سال 1970 که با بحران انرژی و آلودگی زیاد روبرو شدیم، ماشین‌های برقی دوباره به محبوبیت بالایی دست یافتن. بریم سراغ نحوه ساخت موتورهای برقی. تولید این موتورها با اولین قسمت، یعنی دو قطعه الکترومغناطیسی به نام استاتور و روتور هستش که انرژی به حرکت درآوردن ماشین رو ایجاد میکنه. زمانی که روتور درون استاتور قرار بگیره، این دو نسبت به هم واکنش الکترومغناطیسی به صورت دو قطب همنام آهنربایی انجام میدن که سبب میشه انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی چرخشی شه. قسمت بعدی جهردنده است که برای انتقال قدرت هستش و از 4 چرخدنده مارپیچی تشکیل شده که همیشه به یه منبع روغنی از طریق لوله‌های خاصی متصل. حالا موتور و جهردنده رو به هم متصل میکنن و از طریق سیم‌ها مولد انرژی الکتریکی رو متصل میکنن که باعث میشه انرژی باتری به موتور سرازیر بشه. سپس موتور رو به محورهای عقب ماشین متصل میکنن و از طریق باتری انرژی داده میشه و ماشین شروع به حرکت. بریم سر وقت نحوه کارکرد موتور برقی. روتور از میله‌های رسانه‌ای تشکیل شده که با صفحات دایره شکلی به هم متصل میشن، مانند یک سیمپیچ. ورودی برق استاتور هم یک جریان سه‌فاز متناوبه که این جریان در سیمپیچ باعث میشه که نیروی گشت‌آور ایجاد بشه و موتور شروع به چرخش کنه. تو این موتور سرعت چرخش روتور همیشه کمتر از نیروی گشت‌آوره. یه چیز جالبی که تو این موتور وجود داره، این موتور نه داره زغاله نه داره آهنربا، اما با این حال خیلی قدرتمنده. اما چیز جالب دیگه ای که وجود داره، این موتور سرعت چرخشش با مقدار برقی که وارد میشه یکسانه. یعنی با تغییر دادن مقدار برقی که وارد موتور میشه سرعت موتور رو کم یا زیاد کرد. حالا بریم سراغ باتری‌ها. باتری‌ها یکی از مهمترین بخش‌های ماشین برقی به حساب میاد که هر باتری که تو این ماشین استفاده میشه مانند یکی از باتری‌هایی که تو خونه‌هامون استفاده میشه. میتونید تو تصویر مشاهده کنید. این باتری‌ها هر کدوم تو پک‌های قرار میگیرن که کل اون پک‌ها 16 تا هستن. سرجم از 7000 تا باتری تشکیل میشه که برای شارژ کردن یا باید از دیسک‌های مخصوص به ماشین‌های برقی استفاده کرد، یا حالتی وجود داره که زمانی که ماشین ما در حال حرکته و ما پایمون رو از روی پدال گاز برمی‌داریم، موتور ماشین ما شروع به تولید انرژی الکتریکی میکنه و با باتری‌ها تزریق میکنه که باعث میشه باتری‌ها کمی شارژ بشه. اما شاید پیش خودتون فکر کنید چرا به جای باتری کوچیک از باتری بزرگ استفاده نکردن؟ دلیلش اینه که باتری کوچیک خیلی راحت‌تر از باتری بزرگتر خنک میشن. که در این سیستم لوله‌هایی وجود داره که در اون ضد یخ هستش که توسط رادیاتی که جلوی ماشین قرار داره خنک میشه. همین دلیل باعث میشه طول عمر باتری‌ها بیشتر بشه که میانگین طول عمر باتری کوچیک‌تر از 5 سال.
یک چیز جالب دیگه که وجود داره، موتور برقی ما برق از طریق باتری میگیره که از جریان مستقیم تشکیل شده، اما موتور ما یک جریان برق متناوب میخواد. در اینجاست که مولد وارد کار میشه. این مولد میتونه میزان انتقال برق و حتی خیلی از نوسانات جریان برق رو کنترل کنه و حتی میتونه جریان برق رو برعکس کنه که با این عمل ماشین ما میتونه دندقه کنه. پس یعنی مولد ماشین یه جورایی مغز ماشین برقی ما به حساب میاد که از خیلی از قطعات الکترونیک تشکیل شده. حالا بریم سر وقت اینکه چرا موتور برقی بهتر از موتور درونسوزه. یکی دیگه از تفاوت‌های بین موتور برقی و موتور درونسوز در این که مولدی که در موتور برقی وجود داره میتونه سرعت موتور رو کم یا زیاد کنه که قابل کنترله. همین حالت باعث میشه که میزان دور موتور برقی از 0 تا 18000 دور در دقیقه باشه که همیشه به صورت ثابته. این به این معنی است که موتور برقی میتونه شتاب خیلی بالایی داشته باشن که میتونید در این ویدیو مشاهده کنید. اما موتور درونسوز به محض روشن شدن موتور دور موتور از 650 تا 850 دور در دقیقه هستش که یعنی از صفر شروع نمیشه و همین خاطر که وصل کردن مستقیم این نوع موتور به چرخ‌ها کار درستی نیست که باعث میشه همون اول ماشین شروع به حرکت کنه. یکی از دلایل استفاده از جعبه دنده موتور درونسوز همین. اما موتور برقی نیاز به جعبه دنده ندارن. تنها استفاده از جعبه دنده تو اون موتور برای اینه که سرعت اون کنترل بشه و نیرو به دوچرخ عقب انتقال داده بشه. یکی دیگه از تفاوت‌های بین این دو نوع موتور اینه که موتور درونسوز به صورت چرخشی یا همراستای چرخ نیرو تولید نمی‌کنه که یعنی این نوع موتورها باید حرکت خطی خود رو به وسیله یک سری مکانیزم‌های دیگه به حرکت چرخشی تبدیل کنه که باعث میشه قطعات بالانس کمتری داشته باشه. همینطور در این موتور نیرویی که تولید میشه هیچ وقت یکسان نیستش که باعث میشه یک سری مکانیزم‌های دیگه نیاز بشه تا این مشکل هم حل بشه. اما از طرف دیگه موتور برقی این چرخش رو به صورت مستقیم انجام میدن که باعث میشه خیلی از قطعاتی که باعث بهبودی موتور درونسوز میشه در اینجا نباشه که در نتیجه باعث میشه موتور ما سریعتر و سبکتر باشه که عملکرد اونو بهتر میکنه. مثل همیشه بریم سر وقت اینکه این موتورها برای چه جور ماشینایی استفاده میشه. ماشینایی مثل تسلا رودستر، مدل S، مدل X، لایتنینگ جی تی، نیسان لیف، مورگان پلاس ای، رنو زویی، اپتیما ایکوبرا، BMW DE6، تسلا مدل وای، سایبر تراک، شورلت اسپاک، هیوندای فیت، کیا سول، فولکس واگن آب، ولار، تانگو و در آخر نیمیسیس از این نوع موتورها استفاده میکنن. امیدوارم ویدیو رو تا اینجا دیده باشید و ویدیو خوشتون اومده باشه و چیز مفیدی یاد گرفته باشید. اما اینو بدونید که تو ویدیوهای آینده ما در روی تک تک قطعات مولد موتور الکتریکی که از تعداد خیلی زیاد قطعات الکترونیک تشکیل شده رو خیلی کامل براتون توضیح میدیم. دلیلش به خاطر اینکه میخوایم متوجه بشین که یه مولد چطور میتونه این کار رو انجام بده. ویدیو بعدی هم ما میخوایم درباره دومین ماشین پاد و آخرین موتوری که میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم براتون توضیح بدیم که اون ماشین از ترکیب موتور برقی و موتور درونسوز تشکیل شده که درباره موتور درونسوز تو ویدیو قبلی خیلی کامل توضیح دادیم. میتونید از طریق کارت بالا برید تماشا کنید. اگر میخواید ویدیو بعدی رو از دست ندید و از این محتوا خوشتون میاد میتونید چنل ما رو سابسکرایب کنید. از طریق اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید. لایک و کامنت فراموش نشه. تا ویدیو بعد و یه چیزی از کانال کارتک. خداحافظ.